امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2026 آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است برگزار کرده شود. نظامنامه، هیئت کمیسیا، جایزه و رویخط ادبیات توصیه شونده آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است تصدیق کرده شود. وزارت‌های معارف و علم، فرهنگ، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، اتفاق نویسندگان تاجیکستان، کمیته‌های عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، تلویزیون و رادیو، کار با جوانان و ورزش، کار با زنان و عائله، مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت در سطح بلند دایر گردیدن آزمون مذکور چاره‌های ضروری اندیشند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های ختلان و سوغد، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌ها اجرای طلبات امر مذکور را تامین نموده غالبان آزمون و آموزگاران، پدر و مادران را که شاگردان و فرزندانشان در دور جمهوریوی آزمون برنده جایزه ها شدند از جهت مادی و معنوی هوسمند گردانند. وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ‌های فاند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که برای سال 2026 پیش بینی گردیدند به دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت برگزار گشتن آزمون مذکور 8 میلیون و 290 هزار سامانه به طور نقد جدا نماید. دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان استفاده مقصدناک مبلغ جدا شده را تامین کرده عاید به خراجات انجام داده با وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان حسابات پیشنهاد نماید. نظارت اجرای امر مذکور به ذمه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان گذاشته شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، شهر دوشنبه، 1 ینوار سال 2026.